خیلی از دوستان یه سوالی تو ذهن همه ما یعنی هست، خیلی از دوستان من هممون، که چجوری میشه که یه سری آدما خیلی پول دارن ولی ما پول نداریم؟ ما چجوری میتونیم به درآمد برسیم؟ چجوری میتونیم پولدار باشیم؟ ببینید، ما یه سیستمی رو برای کسایی طراحی کردیم که تصمیم جدی گرفتن برای اینکه ثروتمند بشن، اما هیچ نقشه راهی ندارن که به اون استقلال مالی دست پیدا بکنن. هیچ کس روشن نکرده برامون که دقیقاً ما چجوری میتونیم به درآمد برسیم، به پول خوب برسیم. میدونید مردم فکر میکنن که ثروتمند شدن یعنی پول بیشتر به دست آوردن و در نتیجه بیشتر کار کردن، یعنی هر کی بیشتر کار میکنه پول بیشتری به دست میاره. بچه‌ها این دقیقاً مسیر فقره، یعنی اصلا اینطوری نیست. خیلی از افراد سخت کار میکنن، درآمد خیلی خوبی هم دارن، اما فقیرن. چرا؟ چون که نمیتونن از پولشون پول بسازن و زمانی که از اون پول استفاده بکنن رو ندارن. اینکه شما بری 15 ساعت در روز کار کنی ولی درآمد 100 میلیون تومانی داشته باشی چه ارزشی نداره، چون تو تمام وقت تو، تمام عمر تو داری در صرف کار کردن برای اون 100 میلیون میکنی. در اصل این کار، این مسیری که